توجیکان در آینه تاریخ. صحیفه توجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. ادامه صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ. شاهراه ابریشم، پل زرین گذشته، امروز و آینده. شهر کیها خفته است و من بعد فارغ شدن از تشویش‌های جمع آمده امروزه باز کتاب تاجیکان را به دست می‌گیرم. عکسی صدای هزار ساله‌های دور مرا سوی خود می‌خواند و از میان خلوتکده خاموش و پر اسرار تاریخ به سوال‌های بیشمارم پاسخ می‌جویم. در گوشه میز کاری کتاب‌های قرار دارند که به استقبال جشن 1100 سالگی دولت سامانیان به تب رسیدند و باز چندین کتاب‌های خرد و بزرگ که از گذشته‌های بسا دور و نزدیک تمدن دولتداری تاجیکان حکایت می‌کنند. دورتر از من در گوشه اتاق کاری نقشه راه ماشینگرد کلاب، قلعه خم، خاروق، کلمه آویزان است که چند ساعت پیشتر مورد محاکمه و اندیشرانی‌های راهبران وزارت نقلیات قرار گرفته بود. راه بزرگ ابریشم بعد سکوت هزار ساله‌ها باز احیا می‌گردد. در کشادن هر وجب راه ده‌ها مشکلات دولت تازه استقلال ما را دامنگیر است. مخصوصاً بنیاد قطعه 8 کیلومتری موضع دشت جم برای راهسازان جمهوری بسا سخت و سنگین افتاد، ولی دیگر چاره نیست. با ناخن باشد هم باید از دل سنگ خارا راه گشاییم. سنت‌های کیها فراموش گشته شاهراه بزرگ ابریشم را در آغاز عصر 21 با تقاضای زمان زنده گردانیم. زمینه پایداری استقلال کامل سیاسی و اقتصادی را طرح‌ریزی و بنیاد نماییم. راه دشوار استقلال و دولتداری نوین تاجیکستان به نظر من به سختی‌های خاراشکن احیا نمودن و کشادن شاهراه نوی ابریشم شباهت عجیبی دارد و تاریخ هزار ساله نبرد آشکار و نهان استقلال خواهی تاجیکان و ده‌ها ملت‌های خرد و بزرگ شهادت می‌دهند که در یگان دور و زمان راهی هموار، بی‌ممانعت و آسان رسیدن به استقلال و دولتداری ملی وجود نداشته است. صدها فدایی قربان می‌شوند تا چراغ معرفت ملت فروزان باشد. مرزهای سرحد و دولت و پهناهای سرزمین اجدادی از گزند دشمنان آسیب نبینند. شاهراه پیوند نسل‌ها و قرن‌ها دستاوردهای تمدن گذشته و امروز را با همه وسعت و پهناوری فرا گیرد. کشورکشایی‌ها و بنیاد راه‌های کاروانگرد هنوز در دوران طفلی انسانیت آغاز یافته بود و کسی تاکنون انیق نمی‌داند که اولین راه‌های خاکپوش و سنگفرش در کدام کشور عالم بنیاد شدند. ولی یک نکته مسلم است: در ماورای شرق و غرب همه گونه آبادانی و بنیاد تمدن عالمگیر از کشادن راه‌ها ابتدا یافته است، زیرا تمدن و ارزش‌های معنوی انسانیت مثل دریایی است که همیشه راه موافق می‌جوید. مرزها و سرحدهای مختلف را بریده جانب روان می‌گردد که با راه و روش مناسب استقبالش می‌گیرند. انیق‌ترش تمدن هم مانند دریا سوی می‌شتابد که برایش راه هموار و بی‌مانع شدند. پدر تاریخ گرادوت هنگام تصویر سرزمین مصر قدیم و اهرام‌های بی‌زوال آن در بابت ساختن راه به سوی اهرام خئوپس معلومات بسا عجیب و خاطرمان می‌آورد که آن دلیل بی‌بحثی توسط راه مناسب و آسان بارکشانی قامت افراختن نخستین معجزه تمدن بشریت شده می‌تواند. موافق روایت گرادوت، فرعون خئوپس جمله مصریان را مجبور می‌کرد که برای ساختن اهرام زحمت بکشند.
баъзеҳо вазифадор буданд ки аз шахрҳои теппакӯҳҳои араб харсангҳоро канда то соҳили руди Нил расонанд ва тавассути дарё ба соҳили дигар гузаронанд. сангҳоро аз канори дарё мебоист касони дигар кашонида ба ҷойи сохтмон бирасонанд. дар ҳар яки ин маконҳои номбурда 100 000 кас дар тӯли 3 моҳ бетанаффус кор мекарданд ва сипас ба ҷои онҳо боз қувваи нави корӣ меоварданд. 10 соли тамом халоиқ барои кушодани роҳе ранҷ бурд ки тавассути он сангҳоро мекашониданд. мавзӯи шоҳроҳи абришим, пули заррини гузашта, имрӯз ва оянда аз барномаи Субҳи Тоҷикистон рӯзи чоршанбе манзур мешавад.